سلام علیکم. خوب است وطندار. ساعت خوب است. چند شده کیله چند شده؟ درجن 80 روپیه. 80 روپیه قیمت نشده این ماه رمضان؟ رمضان است نه. سلمانی زیاد میشه. خب دیگر رقم است نه؟ در رمضان بیوازه که از میشه قیمتی میشه. کیله 80 روپیه. یک چیز خمرات ما را بکو. خیر باش پیسه نکنه. خدا کمت نکنه. سلامت باشی، زنده باشی. خالتا میخریم. می بچیم. خیر بخیر. خالتا سودا میکنی؟ چند گفتی بچیم خالتا را؟ 10 روپیه. قیمتش 10 روپیه. خب یک دونه خالتا خو میگیریم. خب یک درجن کیله میگیریم وطندار. یک درجن کیله صحیح بتی که بیاد. یعنی صحیح حسابش که بیاد. خب بچیم پاکت سودا میکنی؟ روزانه چند کار میکنی بچیم؟ روزانه 50 روپیه برای میمونه. خب در خانه کس کاریگر نیست جان کوکو؟ نه خودم هستم. مادرم است. خب پدرت چی کار میکنه بچیم؟ پدرم در ایران است. درکش معلوم نیست. درکش معلوم نیست بچیم؟ نه. خب تو بچیم یک دقیقه باش که ما تو یک جایی که میریم صحیح است؟ صحیح. وطندار یک نیم تیر کینو مربوطی از خیلی کرده؟ نه جانو. از امی کنوی خوبش بته امی کلان است فکر میکنم خوبش هست نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام. انشاءالله که خوب و صحتمند باشین. طاعت عبادتتان به درگاه حق قبول و مقبول باشه. خوشبختانه که من امروز یکی از کودکای افغانستان که در کنار جاده کار میکنن پیدا کردم. نبوجه متاسفانه که یک ذره بیت بار زیاد است و سرساده مردم است. خواستم که در موتر بیاییم و بیشتر در باره زندگیش و مشکلاتی که داره سوال داشته باشیم. چطور هستی بچیم؟ خوب هستی؟ خوب است. صحتت خوب است؟ نامه که چی است؟ نام احمد است. احمد جان قند. احمد جان چقدر وقت میشه که در این جاده ها کار میکنی؟ چند روز میشه. چند روز میشه؟ مکتب میری احمد جان؟ بله. احمد جان خیلی متاثر میشم وقتی که میبینم شما و اطفال در این جاده ها کار میکنین. وضعیت کنونی افغانستان واقعیت متاثر کننده است. میشه درباره زندگیت بگویی که تعداد فامیل چند نفر است؟ 4 نفر هستیم. 4 نفر هستین احمد جان. پدر جان چی کار میکنه؟ پدرم در ایران رفته تا بالا کار نمیکنه. درکش معلوم نیست. پدر جان ایران رفته چقدر وقت میشه؟ چند روز میشه. خب کلان خانه خودت هستی؟ بله. چند بیادر چند خور هستین بچه؟ یک خور و یک بیادر. خب امرای مادر جانت؟ بله. روزانه چند کار میکنی احمد جان؟ روزانه 50 روپیه کار میکنم. عایدگر نانآور خانه خودت هستی دیگه؟ بله. در 50 روپیه و 100 روپیه کار میکنی احمد جان. این میتونه که زندگی تو را پیش ببره با 50-100 افغانی تو خرچ روزمروزی زندگی رو پوره کرده میتونی بچیم؟ یکم تو میتون. خب صبح باز چند بجه میگی احمد جان؟ طرفای 9 بجه. تا چند بجه می باشی؟ تا 12 یا 11 می باشم. تا 12-1 بجه پیشین دیگه؟ با چاشت خانه میری احمد جان؟ بله. احمد جان تعداد اعضای فامیل گفتی 4 نفر است. بله. در خانه تنها تو کار میکنی. میشه بگویی که با این مقدار پولی که درآمد دارین در یک ماه خرچ خانه را پوره میکنه؟ نه طول نکشیدیم خرچ خانه را. خانه چطور از خودتان است؟ نه خیر کرایه است. احمد جان با این پولی که درآمد داری روز 100 افغانی یا روز 50 افغانی این کرایه خانه و خرچ خانه تو از کجا پیدا میکنی بچیم؟ این پلاستیک فروشی میکنم. تنها فقط این پلاستیک فروشی است؟ بله. وطندارای نازنین خیلی دردآور است. واقعا از این رقم اطفال
در خیابان خیلی زیاد است. هر کدامشان یک درد دارن. ما دست یاری به سوی شما دراز می کنیم. بیایید با هم امید را در زندگی تازه کنیم. گرسنه را سیر کنیم، دل را آرام کنیم. احمد جان مکتب میری بچیم؟ بله. صنف چند مکتب هستی؟ صنف 4. صنف 4 مکتب. ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله. درسایت بخوان بچیم. خدا مهربان است. حال خو فعلا مکتب ها رخصتی است. بخیر که مکتب شروع شوه. صبحانه میری یا بعد از پیشین؟ صبحانه میرم. صبحانه میری. از چند تا چند میری؟ از 6 تا 9. از 6 تا 9 میری. این حال اگر قرار باشه که تو بخیر مکتب های شروع شوه باز بچه می مشکلات زندگی تا اینقدر پولی که تو درآمد داری میتونه که زندگی تو را پیش ببره؟ این 100 افغانی یکم تو میتونم. دیگه میشه از مشکلاتت بگی بچیم. در خانه دیگه شما چی مشکل دارین؟ از مشکلات زندگی قصه کنی. ما خودم عملیات شدیم. در گردیم پایپ تیر است. خلطه فروشی میکنم که چیه دوباره عملیات میشم. پیسه عملیات خدا بکشم. چی تکلیف داری بچه جان؟ حلقای گردیم بند است. خداوند شفا بتید. خداوند شفا بتید بچیم. ده تکلیف مریضی که تو داری باز میتونی که کار کنی روزانه بگردی؟ یگان دفعه کار میکنم زوفت میکنم گلاوری فراق میکنم. خداوند صحتمند بسازید بچیم. خداوند تو را صحتمند بسازه. دعا میکنیم نزد الله خداوند تو را جور و صحتمند بسازه. این تکلیف مریض چقدر وقت میشه برات پیدا شده؟ در ریزایی پیدا شده ضربه خورده بود. تا بالا مادرم برام نگفته. وقتی که زیاد بگردی زیاد پایین بالا امکان زفت کردن هم داره که زفت میکنی حتما. وطندارای نازنین ما تانستیم که یک طفل را پیدا کنیم با وجود که مریض است. مشکلات خانواده هم داره اما مجبور است که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان بیا در کنار جاده ها پول پیدا کنه تا بتونه به مادر خود و خواهرک خود و خود یک لقمه نان پیدا کنه. وطندارای نازنین جا داره که من تشکری کنم از رکین تیوی به خاطر حمایت همیشگی که است به مردم نیازمند کمک کردن و برای ما گفتن یک مقدار پول کمک کردن که یک وطندار نیازمند پیدا کنین این پول برش بتین. امروز من احمد جان پیدا کردم. خوشبختانه احمد جان نازنین رکین تیوی مبلغ 9000 افغانی را برای خودت به خاطر تداوی مریضیت ایره برات میتیم بچیم. ایجا همراهت نگفتی کس هست بچیم که این پول برات میتیم برات تا خانه بری مشکل نباشه برات بچیم. وطندارای نازنین 9000 افغانی از طرف رکین تیوی به احمد جان بر ما روان کرده بودن که ما تسلیمش میکنیم که احمد جان بتونن که این پول تداوی کنن. احمد جان مبلغ 9000 افغانی از طرف رکین تیوی بر شما تقدیم شده. ایره بچیم خانه ببر مادر جان تبتی که مریضی که داری بتونه تداوی تو را بکنه و انشالله که ما در خدمت هستیم. وطندارای عزیز اگر میخواین به این رقم اطفالی که در خیابان کار میکنن در روی جاده ها کار میکنن حمایتشان بکنین مطمئن هستم که فردا نزد پروردگار شما سربلند و سرفراز می باشین. این دنیا رفتنی از کار بکنیم که فردا در روز محشر در پیشوری ما قرار بگیره و پیش پروردگار سربلند و سرفراز باشیم. خب احمد جان این حال بچیم وقت رفتن از فکر میکنم طرف خانه میری کسی هست همراهیت که تو را ببره تا خانه؟ وطندارای نازنین ما احمد جان میخواهیم که تا یک قسمت جای برسانیم به خاطر از اینکه وقت هم تمام است و احمد جان هم تنها است. انشالله که احمد جان تا خانهشان میرسانیم. خب بریم بچیم خانه بریم. خب خانه همیشه است؟ بله. حال تو بالا رفته میتونی تنها؟ اون کاکای مسمون. کاکایت کجاست بچیم؟ خب سلام علیکم.
خوب است وطندار، صحت شما خوب است؟ صحتمند هستین ان شاء الله؟ عافیت دارین؟ خوب هستین؟ خانواده همگی خوب هستن؟ کاکای احمد جان هستی؟ احمد جان بیا نزدیک بچیم. همراه احمد جان ما در بازار سر خوردیم. درباره قصه های زندگی خود برای ما گفت، مشکلاتی که گفت. دیگه خواستیم کمری شام کنیم تا اینجا وقت شام شده بود. دیگه خوش شدم که شما را هم دیدیم. میشه درباره احمد جان بگین که گفتن مریض آمدستم؟ یک سال میشه که عملیات شده. باز یک سال معایناتاش دیگه شد. دینال چند وقت میشه که از ادرارش خون میاد. دردش زیاد شده. سابق پرستشی میگه زحمت زیاد دید، تکلیف زیاد دید، یک ذره گرفته ورس، تکلیف عصبی برش پیدا شده. دیگه همه قدر میکنه که به خانواده خود اگر نان اگر دیگه پیدا میکنه. خدا جان مهربان است. وضعیت زیاد خراب است. دکترها که بریم عملیات شده پرسایا کردیم. دیگه عملیات شیاش کردن فهمیدیم. وضع صد خراب است که بریم معاینات شو کنیم یا دیگه کنیم. خیر باشه کاکا جان، خدا مهربان است. احمد جان بسیار یک بچه با همت است، با غیرت است. بر ما قصه زندگی خود کرد، از مشکلات خود گفت بر ما، از تکلیف مریضی که سر دچار شده بود بر ما گفت. باز ما خواستیم که همراهیش کنیم، خوشبختانه که همراه شما سر خوردیم. خدا شما را عزت بده. کاکا جان مبلغ 9000 افغانی از طرف رکین تیوی بر ما روان کرده بودن که ایره به یک وطندار نیازمند کمک کنیم. خوشبختانه که امروز ما همراه احمد جان در بازار سر خوردیم. سودا می خریدم که حامد هموجه پلاستیک سودا میکرد، معرفت بیشتر پیدا کردم. مبلغ 9000 افغانی بر احمد جان از طریق رکین تیوی کمک شد. ان شاء الله که پول بتونه تکلیف مریضی که سر دچار شده هندکی است که بتونه دوای خود بخره. ان شاء الله که ما در خدمت هستیم. هستن وطندارای خیرتمندی که در بیرون از کشور زندگی میکنن. ما تلاش میکنیم که به خاطر بهبودی احمد جان بیشتر تلاش میکنیم که بتونیم کمکشان کرده. سلامت باشین. وقت خوش براتون میخوایم. شما زنده باشین. با امان خدا.